درود رفقا، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی جدید دیگه. اسم من کیانه و امروز اومدم با یه ویدیو متفاوت. در واقع آنباکس داریم، همینجور که تایتل ویدیو خوندین. آنباکس یه میکروفونی که تازه خودم خریدم و دوست داشتم برای کسایی که تولید محتوا میکنن، دوست دارن یوتیوب کار کنن یا استریم کنن یا نیاز به یک میکروفون ثابت با یک کوالیتی خوب برای شروع در واقع احتیاج دارن، میتونن حتما این ویدیو رو ببینن. آنباکس میکروفون ردراگون که برای شروع فوق العاده است دیگه. فکر میکنم نسبت به باجتی که داشته باشید یه میکروفونیه که با استانداردهای اوکی هست نسبت به قیمتش. حتما ویدیو رو تماشا کنید. تست صدا و رکوردش هم براتون انتهای ویدیو میذارم. پس لایک ویدیو، سابسکرایب چنل اگر دوست داشتید. من یه سری ویدیو در واقع گیم پلی و واکترو براتون توی چنل گذاشتم و قرار کلی ویدیو دیگه هم بذاریم. پس اگه دوست داشتید به چنل هم سابسکرایب کنید و نظراتتون و انتقاداتتون هم توی کامنت ها برام بنویسید. خلاصه که بریم سراغ آنباکس میکروفون ردراگون. خب رفقا، شروع میکنیم به آنباکس. خب میکروفون فنریس ردراگون GM 301. خب روش نوشته Adjustable Dynamic RGB Backlight که یعنی که RGB قابل تنظیم داره، یعنی نوراش RGB عوض میشه و دکمه میوت اند ولوم کنترل داره، یعنی شما میتونید هم صدا رو ببندید هم باز کنید و Detachable Anti-Vibration Mount و یک چیز داره در واقع، چی بهش میگن، یک لرزشگیر در واقع داره میکروفون که خیلی هم عالی با گارانتی تخت جمشید. شروع کنیم به باز کردنش. خب این که در واقع بروشور تبلیغاتی ردراگونه، چیز خاصی نیست. این دفترچه راهنما که حتما بخونیدش. من شروع میکنم به مطالعهش. از این بعد شبیه 3 ساعت اینو مطالعه خواهم کرد. این که هیچی. خب این خود میکروفون که پایش برد نشه. این خود میکروفون، اینم یک سری باحال محافظ، در واقع محافظ نمیشه گفت، یه پلاستیکه که روش گذاشتن. اینجا یک دکمه میوت و آن میوت داره. یه پایه خوش کوالیتی میشه گفت، خیلی پایه خوبیه، جالبه به نظرم. اینجا هم که در واقع لرزشگیره. حالا لرزشگیرش فکر نمی کنم همچین خیلی مثلا خوب کار کنه، ولی خوبه، ولی برای این میکروفون خوبه. این کوالیتی پایه‌شو من خیلی دوست دارم. کوالیتی خودش هم خوبه، یعنی شما تو دستتون میگیرید فکر میکنید قشنگ یک میکروفون خوبه، متوسط میشه گفت یا اقتصادی مناسب در واقع. اینم که لوگوی خود ردراگون
از اینجا میکروفون قابل تنظیمه. خب این که از خود میکروفون. دیگه ببینیم چی داره داخلش. این که فکر میکنم یه پایه‌ای چیزی باشه، حالا دقیق نمیدونم، شاید هم واسه یه خوبی که این میکروفون داره اینه که شما روی بازویی هم میتونید نصبش کنید. یک دونه کابل USB و تایپ C هم داره داخلش که فکر میکنم شما میتونید هم اگه از تایپ C نداشته باشید مادربردتون یا سیستمتون یا لپتاپتون میتونید از USB استفاده کنید و این ورش هم که خودش درگاه تایپ C داره. خودش فکر میکنم درگاه تایپ C اینجاست که آره اینجا مشخصه. اینم که یک دونه در واقع داک هدفونه. خب اینم از این. یک دونه در واقع نویزگیر، یه پد میشه گفت، پد نویزگیرم داره که بدی نیست. حالا من بعد سرهمش کنم ببینم چی از آب در میاد و چیز خاص دیگه ای هم نیست دیگه. اینم که جاش بود. قطعاتش شد شامل اینا: خود میکروفون، یه پد نویزگیر و کابل USB و پد نویزگیر و کابل USB و این هولدر نمیدونم چیه دقیق. اینم که خود میکروفون به همراه پایش و یه دفترچه و یک بروشور ردراگون و چیز خاص دیگه ای هم نیست. ولی حال کردم. من در برخورد اول با این میکروفون برام یه حس خوبی داشت، یعنی که به نسبت پولی که دادم الان با دلار 70-80 تومن یه چیزی اولوش 3 خورده‌ای هست. حالا بازم قیمت جا متفاوته ولی در برخورد اول جالب بود. حالا برم وصلش کنم به سیستم، تست صداش هم براتون میذارم. اینم از خب دوستان، داریم تست صدا میگیریم از میکروفون ردراگون فنریس GM301. این صدایی که دارید از من میشنوید هیچ گونه ادیت یا در واقع تغییر و نویز کنسلینگی روش انجام نشده و کاملا به صورت خام رکورد شده. از مشخصات این میکروفون هم بهتون بگم: حساسیت منفی 45 دسیبل، رابط اتصالیش USB تایپ A هستش و همونطور که توی ویدیو هم دیدید تایپ C هم داره. طول کابلش یک کابل خوش ساخت مناسب 1.8 متری هستش. یک نور پردازی RGB داره و پاپ فیلتر رو هم که توی ویدیو دیدید به همراه خودش داره. وزنش هم 590 گرم، هولوش 600 گرمه. ابعادش 103 در 22 در 131 میلیمتر هستش. سایر ویژگی هاش هم که امکان استفاده به صورت پلاگ اند پلی داره و فرکانس در واقع پاسخده ایش هم بین 50 تا 20,000 هرتز هستش و فاصله ای هم که من دارم الان با میکروفون در واقع صدا رو ضبط میکنم یک فاصله یک وجبی نرمال هستش، یک وجب دست فاصله است و همینطور که میبینید نیاز به گجت خاصی هم برای نویز کنسل کردنش یا چیزهای مختلفی نداره و کاملا صدا به صورت شفاف و مناسب ضبط شده. برای معرفی این میکروفون هم بهتون بگم که میکروفون گیمینگ ردراگون فنریس GM301 با اتصال با سیم و رابط USB تجربه ای بی‌نظیر از صدا برداری و ارتباطات صوتی رو برای شما به ارمغان میآوره. این میکروفون با کابل USB اتصالی پایدار و بدون قطعی رو تضمین میکنه. خب رفقا، این بود از ویدیوهای آنباکس میکروفون ردراگون GM301. امیدوارم که از دیدن ویدیو و آنباکس لذت برده باشید و بهتون پیشنهاد میکنم اگر با این بودجه دوست داشتید میکروفونی تهیه کنید برای شروع کارتون، این میکروفون مناسب و خوش کوالیتی هست نسبت به قیمتش. من که تازه تهیهش کردم قراره کلی ویدیوهای خفن براتون بذارم از گیم پلی های مختلف و کلی قراره بتکنیم دیگه. اگه دوست داشتید
ویدیو رو لایک کنید، به کانالم سابسکرایب کنید و اینم بهتون بگم بچه‌ها یادتون نره من یه کانال معرفی کتابم دارم که لینکش توی دیسکریپشن هست، حتما به اونم دوست داشتید سر بزنید. چند تا ویدیو دیگه هم تو کانال دارم، البته کانال تازه استارت خورده ولی خب دوست داشتید به اونا هم سری بزنید. به زودی با ویدیوهای خفن دیگه میبینمتون. فعلا خداحافظ. آنباکس میکروفون ردراگون فنریس GM301 لذت برده باشید. میکروفون خیلی خوبیه به نظر من. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can